این پستی که میخوایم ببینین در واقع آخرش میفهمین که یه پست تبلیغیه. من چیزی رو تبلیغ نمی کنم توی پیجم مگر اینکه بهش مطمئن باشم. اوکی، من الان میخوام کوکو سبزی درست کنم. کوکو سبزی چجوری درست میکنم؟ این مخلوط پیاز و سیب زمینیه. من دوست دارم اینجوری درست کنم. این پیاز و سیب زمینی رو که چیزش کردیم، بلندش کردیم، میکسش کردیم، بعد دوباره اینم چه اصلیه، اینم میکس سیر و گردوه که اینم من حسابی میکس کردم، میریزم توش. خب اینجوری. بعد اوکی سان حالا چی میریزم؟ ادویه میریزم، چیز میریزم، زردچوبه، هر چقدر دلم بخواد میریزم. بعد فلفل سیاه میریزم، یه کوچولو من همیشه بیکینگ پودر میریزم. مامانم جوش شیرین میریخت، من بیکینگ پودر میریزم، نمیدونم چرا. بعدش نمک، اوکی. اون چیزی رو که میخواستم در موردش تبلیغ کنم محصولات سعید است. من یه بسته‌شو تموم کردم، این بسته دومه. بسته دوم یه ذره‌شو استفاده کردم برای سبزی پلو و الان میخوام اینو بریزم توی این همین مستقیم، صراط المستقیم ولذالین 3 تا قاشق بزرگ میریزم. ببین سبزی، فقط میخوام بهتون سبزیشو نشون بدم. ببین چقدر سبزه. حالا نور من اونجا کمه، ببین اصلا حرف میزنه این محصولات. خب اینم که از این ریختیم، حالا میریم سراغ تخم مرغ. من اینجا 4 تا تخم مرغ دارم، حالا این 4 تا رو میزنم ببینم به کجا میرسه. محصولات خوشمزه سعیده واقعا نیاز به تبلیغ به نظر من نداره، چون یه سر و گردن از تمام محصولاتی که من استفاده کردم بالاتره. شاید بگید قیمتش گرونتره. بله شما دارید پول کیفیت میدید نه پول برند و این خیلی مهمه به نظر من و دوستانی که استفاده کردن میدونن که کیفیت. ببین عطر سبزی میاد، نمیتونم بگم چقدر خوبه، فقط میتونم بهتون بگم امتحان کنید، پشیمون نمیشید. این تخم مرغش کمه. خب من این تخم مرغش رو اینا رو میزنم، دوباره ببینیم چی کار میکنیم.